تبریک میگم به کمیته وزین داوران، تبریک میگم به تیم سپاهان با وقتشی سبک جدیدی که داشتن. خدا لعنت کنه با اسپانیا این نتیجه رو، هر کی که میخواد باشه، هر کی که میخواد باشه، چه از من حامد تهرانی که اینجا نشستم، چه تمام کسایی که باعث شدن که تیم ما اینجوری بشه و این نتیجه رو بگیره. و خدا نگذره ازتون که دیگه خطای اوتو دیگه عرضم به حضورتون اوت ساده و کرنر ساده اینجا رسیدید، پنالتی بماند و انشالله که خیر نبینید و نمیبینید. فساد از همه جاتون زده بیرون، حالم ازتون به هم میخوره به همین صراحت، اصلا هم برام مهم نیست عواقب این برنامه چی میخواد باشه، حالم از تک تکتون به هم میخوره. ایشالله که خیر نبینید که حال هوادار پرسپولیس رو به این روز رسوندید با این افتضاح داوری و این کثافتکاری که تو هر چیزی ما داریم میبینیم. ترجیح میدم بیشتر از این صحبت نکنم. مبارک عوامل فساد.